سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشید. این ماشینی که اینجا ماکسیماه و حالا داخلش رو نگاه میکنه آدم باز میکنه نسبت به ماشینا دیگه خیلی پرپیمونتره. حالا بعدها نمونه های ایرانی هم ماشین ایرانی هم میذارم، قشنگ تفاوت رو متوجه میشید. آره، بعد این سقف این زیر کاپوت هم نگاه کنید، اسم اینا زیر زبونمه، دوبل میگفتن، نمیم دقیق خیلی خوب یادم نیست. نگاه کنید چقدر زیادن، قشنگ چند شاخه محکم. کنارم نگاه کنید خیلی قشنگ، این داخلش هم این نگاه قشنگ مانیتوردار. واقعا خیلی ماشین خوبیه، خیلی ماشین خوبیه. خداحافظ.